بوکستون رو پیچ یا خالی کار نمیکنه و گیر میکنه، بیا راهکارش رو خیلی سریع بهت بگم. این 3 تا پیچ رو باز کنین، دستتون رو روی شفت بذارین و در رو فقط جدا کنین. همجور که میبینین روی فرم همرتون یه خط افتاده. توی این گلدونی یه دونه بوش داره، این بوش رو به بیرون پرس کنین. اگر پرس دارین با پرس این کار رو بکنین، حدود شاید 1 میل یا کمتر به طرف پایین پرس کنین. اگر پرس ندارین یه دونه بوکس بلند بردارین و توی گیره بوکس رو روی بوش بذارین و گیره رو ببندین به این صورت. یه مقداری صفر کنین تا اون بوشه پرس بشه. در حد 1 میل کافیه. خب این پیچا رو ببندین. یادتون باشه این پیچا رو دونه دونه ببندین، یه دونش رو کامل صفر نکنین، به مرور هر کدومش رو صفر کنین اینطوری. این شفت الان آزاد میچرخه و یادتون باشه به بالا و پایین و به طرفین یکم خلاصی داره. خب این دستگاه اوکی شد. احتمال خیلی زیاد دستگاه شما هم مشکلش رفع شده. اگر این کار رو انجام دادین و بازم نشد حتما بهم دایرکت بدین.